Ladies and gentlemen, welcome to the Islamic Republic of Iran and Uzbekistan. İnat Dastani Cumhuriyeti İran ve Uzbekistan'a bağlı السلام علیکم بیننده های عزیز، تماشابینان گرامی قدر، مخلصان و علاقمندان شبکه فوتبال. گزارش مستقیم ما از ورزشگاه مرکزی شهر حصار آغاز می‌گردد. امروز در این میدان یکی از بازی‌های دوره آخرین مرحله گروهی مسابقه اساسیت فوتبالی آسیای مرکزی بین منتخب‌های توپ 20 ساله برگزار می‌گردد که در آن جوانان توپ 20 ساله منتخب‌های ایران و ازبکستان با هم رقابت می‌کنند. این دو تیم شامل گروه بی هستند. بیننده های عزیز، همزمان در گروه بی منتخب جوانان توپ 20 ساله قرقیزستان نیز اشتراک میکند و بعد انجام رقابت‌های دور دوم ایران در زینه اول است با کسب 3 امتیاز، ازبکستان باشد و ترکمنستان برابر یک امتیازی داشته، زینه‌های دوم و سوم را صاحبند. امروز کدام تیمی که در همین رقابت غالب میشود راه خواهد می‌یابد به فینال مسابقه اساسیت فوتبالی آسیای مرکزی بین منتخب‌های توپ 20 ساله در سال 2025. البته
جوانان تو 20 ساله ایران در بازی اول خویش توانستند که 3 امتیاز ضروری را به دست آورند. آنها در یک رقابت بسیار هم مشکل در دور اول با حساب 1-0 بر مقابل همتایان خویش از کشور ترکمنستان به پیروزی شرفیاب گردیدند و در بازی ازبکستان باشد که آنجا با منتخب ترکمنستان مبارزه برد. در بازی دور دوم به نتیجه مساوی دست یافت و آن رقابت با حساب 1-1 جنبست گردید. البته از هر جهت رقابت امروزه برای هر دو تیم بسیار هم مهم خواهد بود. خصوصا جوانان تو 20 ساله ایران کوشش میکنند که در رقابت امروزه به پیروزی دست یافته به فینال برایند، چون که قهرمانی فعلی مسابقه مذکور محض جوانان تو 20 ساله ایران میباشند که سال گذشته توانستند با حساب 3-0 در فینال میزبان مسابقه قرقیزستان را شکست بدهند و در عموم سال سوم است که مسابقه اساسیاسیون فوتبالی آسیای مرکزی بین جوانان تو 20 ساله برگزار می‌گردد. سال اول در شهر دوشنبه برگزار گردیده بود. سال 2023 و در سال 2024 میزبانی این مسابقه را همسایه کشور قرقیزستان بر ذمه گرفت و طبع مشاهده گردیدیم. در سال سوم مسابقه نیز کشور ما یعنی تاجیکستان از این مسابقه میزبانی کرده ایستاده است. خوب، آخرین کارهای تدارکاتی پیش از آغاز این رقابت انجام داده می شود. سرمربی منتخب جوانان تو 20 ساله ایران به ما نشان داده می شود ارمغان احمدی. امروز جوانان تو 20 ساله ایران با پیراهن‌های عنعنوی رنگش سرخ رقابت میکنند. میتوانیم بگیم که در رقابت امروزه میزبانی نمینالی محض جوانان تو 20 ساله ایران هستند. خوب، سرمربی منتخب جوانان تو 20 ساله ازبکستان است. بیننده های گرامی قدر به ما نشان داده می شود اسکر خولموراتوف که او در نشست قبل از شروع رقابت های مسابقه کاف ابراز داشته بود که هیئت ما بسیار هم مکمل است، از بازیگران صاحب استعداد ترکیب یافته است و برای به دست آوردن عنوان قهرمانی در این مسابقه تلاش خواهد کرد. خوب، از مرکز میدان رقابت آغاز گردید. طور میبینیم جوانان تو 20 ساله ایران توپ رو با بازی در آوردند و ما نیز امکانیت داریم که با هیئت هر دو دسته شناس شویم. دروازه‌بان منتخب جوانان تو 20 ساله ایران بازیگر شماره 1 امیر مهدی مقصودی است. بعداً بازیگران دیگر این تیم را رقم 3 محمد اکبری، رقم 2 محمد امین حسینی و رقم 4 ابوالفضل کاظمی، 5 علی مستانی، 6 امیر حسین پاشا زانوسی، رقم 8 علی اسکر سمری صفا، 10 مهن اکبرزاده تهنه، رقم 11 آریا شفی دوست، رقم 14 امیر مهدی فریدونی و بازیگر شماره 19 هادی زره زردانی هستند. سرمربی منتخب جوانان تو 20 ساله ایران این ارمغان احمدی است. بعدا هیئت دسته ازبکستان دروازه‌بان رقم 1 بگدان اودینایف که همزمان کاپیتانی دسته نیز به حساب می رود. بازیگران دیگر این تیم را رقم 2 صدام احمدов، 6 دیار ارمانov، 8 شهاب‌الدین پولاتوف، 11 داورون طولغانов، 13 جسوربek جمعباyev، 14 آقابek اشماتov، 15 سماندر اسکندرов، رقم 17 فیروزبek اولیمov، 19 محمد علی دلشودبekov و بازیگر شماره 20 علیشیر شکورov هستند. سرمربی منتخب جوانان تو 20 ساله ازبکستان این اسکر خولموراتوف است. رقابت مذکور را گروه داوران از تاجیکستان حکمی میکنند. داور مرکز عبدالله دولتوف است. یاورانی از کنارها خسروی صدیقزاد و وفا قرایف هستند. داور احتیاطی از همسایه کشور قرقیزستان دولوتکلدی اولو سعید است. بعدا در حجره ور تایچف مدربک از کشور قرقیزستان و یاورش الاس مرزابکوف امروز تعیینات گرفتند. کمیسر این رقابت باشد کنات حسینوف از کشور قرقیزستان است. شارح این رقابت باشد من دولت خطیب زاده هستم.
در گروه بی طور گفتیم منتخب‌های جوانان توپ سالای ایران و ازبکستان با هم مبارزه می‌برند برای راه یافتن به فینال و در گروه ای مسابقه باشد سه منتخب دیگر جایگیر شدند. آنجا قرقیزستان، افغانستان و بعداً جوانان توپ سالای کشور ما. رقابت دیگری که در دایره بازی‌های دور آخرین همین مسابقه برگزار می‌شود این میان منتخب‌های قرقیزستان و تاجیکستان خودی همین روز برگزار می‌گردد. وقوع مذکور با وقت محلی ساعت 21 برگزار می‌شود و غالب جفت منتخب‌های ایران و ازبکستان با غالب جفت منتخب‌های تاجیکستان و قرقیزستان در فینال با هم بازی خواهند کرد. قاعده بازی بیان گردید. اینجا دفاعگری دسته جوانان ایران ضمن برطرف کردن هجوم رقیب اندک به اشتباه را داد بازیگر شماره 2 محمد امین حسینی. بله واقعا هم در همین وضعیت پایقیجی انجام داده محمد امین حسینی غیر قاعده بود و به همین خاطر به نفع دسته ازبکستان وضعیت استانداردی تعیین می‌گردد. این وضعیت توجه میکنیم. امکانات بسیار خوب است در ابتدای رقابت برای جوانان توپ سالای ازبکستان. اینجا عبدالله دولتов با بازیگران هر دو دسته آگاهی شفاهی داد. صداشتکی داور نیز بلند گردید. ارسال توپ با داخل جریمه‌گاه ولی در قبط دوم دفاعگران دسته ایران بسیار خوب بازی کردند ضمن برطرف کردن این هجوم. خاصه دفاعگر مرکزی این تیم محمد اکبری خیلی خوب درخشید و توپ را زده از داخل جریمه‌گاه بیرون کرد. از اوت توپ به بازی وارد کرده شد. از دقیقه اول هر دو منتخب میخواند که بازی هجومکار را به معرض تماشا گذارند. خاصه جوانان ازبکستان بسیار هم مایل دارند که زود به زدن گل دست یابند. ولی باید قید نماییم که جوانان یکچین ایران نیز در خط دفاع هنرنمایی خیلی هم خوب نشان داده ایستادند. اینجا نخستین ضربه مستقیم در رقابت مذکور به قید گرفته شد ولی ضربه چندان خوب نبود چون که امیر مهدی مقصودی دروازه‌بان یکچین ایران بدون مشکلی ضربه زده حریف رو برگرداند. اینجا هم دیگر فهمی خوب یعنی دفاعگران ایران دیدن نشد. مسئولیت برطرف کردن این هجوم رو به یکدیگر واگذاشتند و از این امکانیت البته رقیب استفاده برد. دور بالاتر نیز قید نمودیم. در دور اول مسابقه مذکور یکچین توپ سالای ایران با همتایان خویش از ترکمنستان رقابت کردند. این بازی روز 10 میلیون برگزار شد و در یک رقابت بسیار هم مشکل ایران با حساب مینیمالی 1-0 به غلبه شرفیاب گردید. با حساب 1-0 جوانان ایران شاهد پیروزی چشیدند و گل غلبه آور این تیم را بازیگر شماره 10 ماهان اکبرزاده به هدف رساند. در دقیقه 44 نیمه اول او به زدن گل موفق گردید و پیروزی مهمی دستش را در آن همان وقوع تامین نمود. به نفع منتخب ازبکستان نخستین ضربه کنجی در رقابت امروزه تعیین گردید. اکنون ارسال توپ به مرکز جریمه‌گاه در قبط دوم عموما امکانیت نمیدهند. اینجا عکس الهجوم منتخب توپ سالای ایران شروع میگردد. فرصت هست ولی در احاطه دو نفر حمله‌ور این تیم تکیه کرد به هنر و مهارت انفرادی خویش ولی پسی انجام داده او به همدستش رفتن نرسید. دور شاید گردیده ایستادیم. از دقیقه های اول پیوسته جوانان ازبکستان فشار می‌آورند در خط حمله می‌خواهند که فعالی خود را نشان بدهند. حتی چند فرصت گلزنی را نیز توانستند که سازمان دهند. اینجا یک بازیگر منتخب ایران نصیب گرفته است. فوتبال بازی شماره 11 آریا شفیدوست نصیب گرفته است. چندان جدی نیست و رقابت را ادامه دادن می‌تواند.
طبق قاعده کاف دستایی که در گروه خش زینه اول رو اشغال میکنند در فینال برای به دست آوردن جام مبارزه خواهند برد. اینجا امکانیت برای جوانان ازبکستان میتواند که به میان آید. هجوم حریف قطع نشده است توسط کنار چپ. این حمله باید ادامه میکرد ولی بعد صد گذاری از جانب دفاعگران ایران توپ از میدان بیرون شد. دیگر باره از ضربه کنجی برای یکچین ازبکستان امکانیت به میان می آید. ضربه مستقیم جانب دروازه اجرا کرده شد، بسیار هم خطرناک، ولی از پهلوی دروازه همین ضربه از میدان بیرون شد. برای دیگر با نوارهای تکراری می توانستیم که توجه کنیم. ضربه بسیار هم سخت بود، البته کسی به توپ رسیدن نتوانست ولی به نتیجه بود. به هر حال بازیگران ازبکستان تلاش کرده ایستادند بهر به ثمر رسانیدن گل. اگر با چنین شکل هنرنمایی فوتبال بازانی این تیم ادامه یابد پس از احتمال دور نیست که ما در جریان رقابت امروزه شاهد گل بازیگران ازبکستان شویم. همکنون جوانان توپ ساله ایران میخواند که با هجوم جوابی گذارند. در مرکز میدان ارسال علی اصغر ثمری صفا به خط حمله بی نتیجه بود. دستایی که در گروه خش زینه اول را اشغال میکنند به فینال راه مییابند برای به دست آوردن مدال های طلا و جام مسابقه. دستایی که در زینه دوم موقع میگیرند برای به دست آوردن زینه سوم رقابت خش رو دایر خواهند کرد و دستایی که در زینه سوم هستند برای کسب نمودن زینه تسلط بخش مبارزه خواهند برد. هجوم نوبتی ازبکستان توسط کنار راست امکانیت هست ولی طبعا دیدیم با موفقیت دفاعگران ایران این هجوم رو پشت سر نمودند. پیوسته هجوم ها از جانب جوانان توپ ساله ازبکستان بیشتر می شود. آقابک اشمعتف پسیو به قفا بود که در ادامه قاعده بازی ویران گردید. کپیتن یکچین ایران محمد اکبری در همین وضعیت به ویران نمودن قاعده بازی دست زد. زود تو با بازی در آورده شد. امکانیت برای منتخب ازبکستان. عکس الهجوم منتخب ایران نام و تاخیر شاید نگردیدیم. تلاش نیم حمایتگری این تیم علی اصغر ثمری صفا بی نتیجه بود. مسابقه اساسیت فوتبال آسیای مرکزی بین منتخب‌های توپ ساله بار اول سال 2023 برگزار گردیده بود در شهرهای ترسونزاده و دوشنبه کشور عزیزمون. در سال نخست تشکیل این مسابقه 5 منتخب با هم مبارزه بردند. ازبکستان، ایران، تاجیکستان، افغانستان و ترکمنستان. این 5 منتخب در یک گروه با مبارزه ها شروع نمودند. 4 رقابتی هر یک منتخب دایر کرد و بعد انجام 4 واخوری در گروه جوانان توپ ساله ازبکستان با کسب 10 امتیاز در زینه اول جایگیر شده نخستین قهرمانی مسابقه مذکور بین بازیگران توپ ساله شدند. نشانهای نقره در سال نخست تشکیل مسابقه مذکور نصیب جوانان ایران گردید و مدال های برنجی باشد نصیب ورزشکاران کشور ما شد. آنها در گروه خش با کسب 5 امتیاز زینه سوم را اشغال نمودند. بعدا در سال 2024 بار دوم مسابقه کاف میان جوانان توپ ساله برگزار شد. مسئولیت میزبانی مسابقه مذکور را همسایه کشور قرقیزستان به ذمه خش گرفت در شهر جلال آباد. این مسابقه برگزار گردید
6 منتخب در دو گروه با هم مبارزه بردند. قرقیزستان، تاجیکستان و افغانستان در گروه ای و در گروه بی باشد منتخب‌های ایران، ازبکستان و ترکمنستان. در فینال میزبان مسابقه یعنی کشور قرقیزستان با ایران مبارزه برد سال 12 ایولی سال گذشته و ایران در یک بازی بسیار هم سخت و سنگین با حساب 3-0 بر مقابل قرقیزستان پیروز شده، نشانهای طلا را مال خویش کرد. برای به دست آوردن زینه سوم در سال 2024 یعنی سال گذشته منتخب‌های ازبکستان و تاجیکستان مبارزه برده بودند. آنجا همسایه کشور ما توانست که با حساب 3-0 به پیروزی دست یافته نشانهای برنجی را مال خویش کند. توپ از میدان بیرون شد. تلاش کاپیتان یکاچین ایران بهری در میدان نگاه داشتن توپ به نتیجه بود. اینجا یکاچین ایران بسیار فشار میارد ولی ضمن نگهداری توپ فوتبال بازان این منتخب اندک تنقیسی میکشند. پاسهای درست و دقیق نیست به اشتراک بازیگران ایران در رقابت امروزه چندان خوب نیست. در چند وضعیت ما این حالت را شاهد گردیدیم. دیگر باره قاعده بازی ویران میگردد. این نوبت امیر حسین با شازنوسی خطا کرد. از قفو با پای حریف برخورد و البته این حالت از مد نظر داوری مرکز دور نماند. کوشش آقا بیک اشماتف به نتیجه نبود. ضربه کنجی کار کرد. باری سوم است که در هفته نیمه یکم جوانان توپ ساله ازبکستان از ضربه کنجی توپ را به بازی وارد میکنند ولی از فرصت های به عمل آمده خویش نمیتوانند که به طور ثمرناک استفاده برند. این نوبت عبدالله دولتوف مجبور می شود که برگه زرد را از جیب خویش بیرون کند. واقعا هم تا دقیقه 15 قاعده ویران کنی با اشتراک بازیگران ایران بسیار دیده میشد. حمله بر تحت شماره 19 عادی زری زردینی با برگه زرد مجازات میگردد. بر مقابلی فیروزبک اولیموف قاعده بازی را ویران کرد. عبدالله دولتوف در چند وضعیت ویران شدن قاعده بازی را صرف نظر نمود ولی در این وضعیت او مجبور شد که به حریف برگه زرد نشان بدهد. ضربه جریمه است به نفع جوانان توپ ساله ازبکستان. دیارچه دیفوی نیست سازمان داده شد. اینجا عبدالله دولتوف با همکسبانش که در حجره ور هستند معاشرت میکند و بعدا اجازه هم داد. ضربه مستقیم جانب دروازه ولی صدگذاری از جانب دفاعگران ایران بسیار هم خوب تشکیل کرده شد. یکی از برتری های یکاچین توپ ساله ایران در رقابت امروزه محض خط دفاع این دسته است. در چند وضعیت هجوم های خطرناک رقیب را با سربلندی توانستند که برطرف کنند. اما اکنون بازیگران ازبکستان مجبور میشوند که به قاعده ویران کنی دست بزنند. در این وضعیت فوتبال بازی شماره 20 حمله‌ور علیشیر شکوروف بر مقابل حریف غیر قاعده بازی کرد. بله حریف را اندک تیله داد و به همین خاطر قاعده بازی ویران کرده شد. در عموم ویران شدن قاعده بازی با اشتراک فوتبال بازان هر دو تیم در نیمه اول
بیشتر مشاهده می‌گردد. طبعا دیدیم داور در یک وضعیت با فوتبال بازی حریف، یعنی از سطح جوانان توپ بیستوله ایران یک نفر را با کارت زرد مجازات نمود. دیگر باره قاعده بازی ویران می‌گردد. قاعده ویران کنی بسیار هم دغل و در این وضعیت آریا شفیدوست جراحت گرفت. طبیبان منتخب توپ بیستوله ایران مجبور میشوند که برای رسانیدن یاری اولیه طبی به میدان وارد گردند. تا این دم دو دفعه مسابقه کف بین بازیگران توپ بیستوله برگزار شده است و ازبکستان و ایران قهرمان این مسابقه هستند. در سال اول تشکیل مسابقه مذکور ازبکستان قهرمان گردید و در سال دوم باشد جوانان توپ بیستوله ایران نشانهای زرین را مال خویش نمودند. ایران در برابر به دست آوردن قهرمانی اینچنین یک مرتبه دیگر نشانهای نقره را نیز مال خویش نموده است. ازبکستان باشد در برابر به دست آوردن نشانهای زرین اینچنین یک دفعه دیگر، یعنی در سال 2024 برنده نشانهای برنجی شدند. ترکیب برای بسیار هم زیبا با اشتراک بازیگران ایران. حرکتی زیبای آریا شفیدوست توسط کنار چپ میتواند که ادامه یابد. آریا شفیدوست در حیات دو نفر توانست که پس درست و دقیق با کاپیتان دسته محمد اکبری روان کند، ولی داور اشاره میکند که الکی توپ با همون خط معین شده را عبور کرده است. محمد اکبری توپ را از دست داد. همکنون بازیگران ازبکستان زود با هجوم جوابی خواستند که فرار کنند، ولی به مقصد خویش رسیدن نتوانستند. آهسته آهسته ایران نیز میخواهد بازی خوبی خود را در رقابت امروزه نشان بدهد. دیگر باره ویران شدن قاعده بازی در نیمه اول به اعتبار گرفته می شود. صدام احمدوف از پای افتانیده شد. بر مقابل صدام احمدوف ماهون اکبرزاده قاعده بازی را ویران کرد. بدون قاعده ویران کنی بازیگران ایران توپ را با نظارت خویش میگیرند. فرصت بسیار هم خوب، ولی در این وضعیت هادی زری زردانی در حیات دو نفر توپ را از دست داد، ولی اشتباهی او را هم دستش جبران نمود. ادامه حمله دسته ایران و در این وضعیت تبره دیدیم امیر مهدی فریدونی نتوانست که ضربه را اجرا کند. توپ روایی بسیار هم خوب با اشتراک بازیگران ازبکستان، ولی آقا بکش معطف هجوم دستش را ادامه دادن نتوانست. در سال 2025 این چهارمین مسابقه است که تحت سرپرستی کاف یا خود اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی برگزار می‌گردد. نخستین مسابقه در سال جاری از 9 تا 16 فوریه در شهر دوشنبه در پایتخت تاجیکستان برگزار گردید که اونجا منتخب‌های فوتبال زنانه عضو اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی با هم رقابت کردند. بعداً مسابقه دوم از 4 تا 8 مارس باز هم در کشور ما برگزار گردید و اونجا منتخب‌های بانوان تا 17 ساله با هم نیروسنجی کردند. مسابقه سوم که تحت سرپرستی کاف در سال 2025 برگزار گردید ماه گذشته از 24 تا 31 می در شهر تاشکند همسایه کشور ازبکستان دایر گردید و اونجا جوانان نورسان تا 17 ساله
با هم مبارزه بردند. طبعا میدانیم در آن مسابقه دستپروران دالر کایوسف در فینال بر میزبان مسابقه پیروز شده عنوان قهرمانی را مال خویش نمودند. یعنی 3 مسابقه در سال کنونی تحت ریاستی اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی برگزار شد و این 4مین مسابقه است. در ادامه سال جاری فکر میکنم برگزاری باز یک چند مسابقه های دیگر در نظر است. ارسالی بسیار هم بلندی توپ و این وضعیت برطرف کرده شد. ضربه کنجی نیست. وضعیت خطرناک تا رفت با اشتراک بازیگران ازبکستان بیشتر سازمان داده می شود. در وضعیت قبلی بازیگر شماره 15 سمندر اسکندرف ضربه را اجرا کرد. اگر اندکی ضربه سمندر اسکندرف پایان‌تر ارسال کرده می شد برای دروازه‌بانی ایران می توانست که مشکلی را با وجود دارد. عقابک اشمعتف در احاطه 2 نفر بسیار هم خوب بازی کرد. اینجا هنر و مهارتی بازیگران ازبکستان با طور انفرادی فرق کننده است. ماهون اکبرزاده توپ را از دست داد. هجوم نوبتی جوانان توپ سالای ازبکستان، ولی بعد یک پایغش طور دیدیم ابوالفضل کاظمی هجوم رقیب را برطرف نمود. تا دقیقه 25 جوانان توپ سالای ازبکستان از چند جهت از همتایان خویش برتری دارند. توپ از میدان بیرون گردید. در فرصت قبلی آریا شفیدوست خواست که هجوم دستش را ادامه بدهد، ولی داور کناری بیرقچه خود را سر وقت بالا نمود. اندکی رفتی رقابتی مذکور من کرده می شود. فکر میکنم بله اینجا دروازه‌بانی جوانان منتخب ایران نصیب گرفته است. امیر مهدی مقصودی. البته بازیگران هر دو تیم تا جای خسته شدند. در رقابت بر مقابل ترکمنستان که اونجا ایران به نتیجه مساوی 1-1 دست یافت، دروازه‌بان دسته امیر مهدی مقصودی بهترین بازیگر رقابت اعتراف گردید، به خاطر آنکه امیر مهدی مقصودی در آن همان رقابت، یعنی در بازی دوره اول بر مقابل ترکمنستان، در چند وضعیت‌های مشکل دروازه‌اش را از گل نجات داد. یعنی سیف‌های خیلی هم خوب انجام داد امیر مهدی مقصودی و بهترین بازیگری آن رقابت انتخاب شد. بعد اندک تنفس دسته با میدان برمیگردند و رقابت را در نیمه یکم بتوانند که ادامه بدهند. عقابک اشمعتف و لکه توپ از میدان بیرون شد. بتوانیم بگیم که در جریان رقابت امروزه یکی از بازیگرانی که در هیئت ازبکستان بیشتر در خط هجوم فعال است محض بازیگر شماره 14 عقابک اشمعتف است که پیوسته توسط کناری راست به هجوم می‌گذرد و به همدستایش امکانات گلزنی را فراهم می‌آورد. طبعا معلومات دسترسی ما گردید. این زمان در شهر حصار اندکی هوا نامساعد است، وزش شمال و اینچنین ریزش باران نیز به نظر می رسد و فکر میکنم که با رفت هنرنمایی بازیگران هر دو تیم
تاثیر خش رو میتواند که برساند. قاعده بازی ویران نشده است. در خط هجومی یکچین ایران فعالی فوتبال بازان این تیم را عموما نمیبینیم، هرچند از لحاظ اداره کنی توپ جوانان توپ بسیار ایران کمی فعال شدند، ولی تشکیل هجوم ها تا کنون در سطح باید و شاید براه ماندن نشده است. اینجا توپ از میدان بیرون گردید و اوت به نفع بازیگران ایران است. محمد اکبری از اوت توپ رو به بازی وارد کرد. تلاش بازیگران ایران و نتیجه دلخواه دست نیافتند در کوشش اول و دیگر بار توپ رو به نظارت خش برمیگردانند. اگر در رقابت امروزه دسته ها با نتیجه مساوی دست یابند، آنگاه به فایده ایران خواهد بود، چون که دسته جوانان توپ بیسال ایران در بازی اول پیروز شدند و در حساب خش عین زمان 3 امتیاز دارند. ازبکستان باشد در بازی نخستی خش در همین مسابقه که در دور دوم بر مقابل ترکمنستان صورت گرفته بود، نتیجه مساوی 1-1 را به قید گرفت. یعنی ازبکستان این زمان در حساب خش 1 امتیاز دارد. تنها پیروزی در رقابت امروزه کفایت میکند که جوانان توپ بیسال ازبکستان به فینال راه یابند. در نتیجه مساوی آنها زینه دوم را در گروه بی صاحب خواهند شد. در این وضعیت واقعا هم قاعده بازی ویران گردید. فیروزبک علیموف ضمن مبارزه برای به دست آوردن توپ به حریف اندک خلل ایجاد کرد. تا انجام وقت اساسی نیمه اول 15 دقیقه دیگر باقی میماند. همون حساب شده نشده است، 0-0. امکانات گلزنی برای بازیگران ازبکستان در رفت نیمه یکم البته بود، انیختر 80 دقیقه 31، ولی از همون فرصت های به عمل آمده ثمرناک استفاده بردن نتوانستند. تلاشی آقا بکش معطف بهره به دست آوردن توپ ولی موفق گردیدن نتوانست. چند پس نخستین تغییرات در هیئت جوانان توپ سالای ازبکستان انجام داده می شود. به نوارهای تکراری می توانیم که توجه کنیم که واقعا هم در آخرین وضعیت توپ با پای کاپیتان ایران برخورد یا که نه. همکنون بازیگری شماره 13 بیننده های عزیز از میدان گرفته می شود. جسوربک جومابویف و ساعتی ذخیروی به جای او فوتبال بازی شماره 16 سراج‌الدین جومادیلایف وارد میدان گردید. فکر میکنم این تغییرات اجباری بود، چون که جسوربک جومابویف از پای خویش اندکی جراحت گرفته بود و احتمال زیاد به همین خاطر سرمربی منتخب جوانان توپ سالای ازبکستان اسکر خالمراتوف را از میدان گرفت. ارسال دورو دراز به خط حمله. دفاعگران ازبکستان موج اول هجومی حریف را توانستند که برطرف کنند.
آریا شفیدوست، پاسیو به قفو، امیر مهدی فریدونی. باز هم به نتیجه است. در نیمه اول بازیگران ایران در خط حمله عموما خوب درخشیدن نمیتوانند. در وضعیت قبلی ویران شدن قاعده بازی به خط گرفته شد. آریا شفیدوست بر مقابل علیشر شکوروف قاعده بازی را ویران کرد. هنگامی که بازیگران ازبکستان با توپ هستند در خط دفاع 3 بازیگر باقی میماند. باقی مانده فوتبال بازان بیشتر توجه میکنند به خط حمله، ولی در حالتی که هجوم به حریف جوابی میگذارد پس در خط دفاع ازبکستان ما 4 بازیگر را شاهد میشویم. محمد اکبری از اوت توپ را به بازی وارد کرد. آریا شفیدوست باز هم موفق شدن نمیتواند. اکنون تلاش هادی زری زردانی به نتیجه نبود. فرصت برای بازیگران منتخب ایران، ولی توپ از میدان بیرون گردید و در رفت رقابت امروزه نخستین ضربه کنجی به نفع جوانان تا 20 ساله ایران تعیین میگردد. در رقابت دوم بازیگران ایران فعال هستند چون که قد و قامت بسیار هم بلند دارند. فرصت به نهایت خوب بود. دروازه‌بان جوانان تا 20 ساله ازبکستان نوستیب گرفته است. اینجا داوری مرکز طبیبانی منتخب ازبکستان را با میدان دعوت میکند. بازیگر شماره 2 صدام احمدوف نیز از پای خویش جراحت گرفت. در همین وضعیت در رقابت دوم هم دروازه‌بان و هم حمایتگر یکچین تا 20 ساله ازبکستان برای برطرف کردن همان حالت تلاش نمودند و در نتیجه جراحت برداشتند. بله واقعا هم در شهر حصار شمالی بسیار هم سخت میوزد و اینچنین ریزش بارون نیز مشاهده می شود که البته برافتی هنرنمای بازیگرانی هر دو تیم تأثیری منفی خیش را می تواند که رساند. اینجا باید توپ از اوت با بازی وارد کرده شود چون که در وضعیت قبلی بازیگر ایران توپ را زده از میدان بیرون کرده بود. دیگر باره وخوری منتخب‌های جوانانی تا 20 ساله ایران و ازبکستان در دایره بازی‌های دور آخری مسابقه اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی ادامه می‌یابد. بازی بسیار هم مهم برای هر دو منتخب چون که غالبی این جفت به فینال راه خواهد یافت. امکانیت نوبتی برای بازیگران ایران آریا شفیدوست و امکانیت ضربه زنی دادن نشد. در دقیقه آخر قسم یکم بازیگران ایران فرصت داشتند که با زدن گل دست یابند. کمتر از 10 دقیقه دیگر تا پایان وقت اساسی نیمه یکم وقت هست و دست ها میتوانند که برای رخنه کردن دروازه یکدیگر تلاش کنند.
یک برخورد بسیار هم سخت. ادامه حمله یکچینی ازبکستان و قاعده بازی ویران گردید یا اینکه نه. دیگر بار فوتبال بازان ازبکستان برای به دست آوردن توپ تلاش نمودند. در وضعیت قبلی قاعده بازی ویران گردید یا اینکه نه، ولی داور مرکز عبدالله دولتوف به آن حالت عموما توجه نکرد. همکنون داور مرکز مجبور می شود که به حجره ور مراجعت کند، اونجایی که حالتهای شبهناک مورد سنجش قرار داده می شوند. ما نیز منتظر نوارهای تکراری می شویم که در داخل جریمه‌گاه ایران چی حالت به میان آمد. در رقابت امروزه نظام ور فعالیت دارد و داور مرکز بعد مشورت با همکسبان خویش اشاره میکند که یگان حالت شبهناک، یگان وضعیت ویران شدن قاعده بازی دیده نمی شود و از اوت بازیگران ازبکستان توپ را به بازی وارد کردند. نه، در این وضعیت از جانب کاپیتانی جانان توپ سلاح ایران یگان عملکرد زیادتی دیده نمی شود. تو اولی شده به توپ رسید و بعدا فوتبال بازی ازبکستان فیروزبک علیموف از پای افتید. قراری برآورده داور مرکز واقعا هم درست بود. در دقیقه های آخر قسم اول بازیگران ایران بیشتر در خط دفاع می نشینند و کوشش میکنند که هجوم های رقیب را برطرف نمایند. عکس الهجوم دسته ازبکستان از کنار چپ ارسال توپ نیز انجام داده شد و امیر مهدی مقصودی راست توپ را به دستان خویش میگیرد. بالاتر از این من قید نمودم که امیر مهدی مقصودی دروازه‌بان جوانان یکچین توپ سلاح ایران بسیار هم دروازه‌بان خوب است. ما هنرنمایی او را در بازی دوره اول بر مقابل ترکمنستان دیده بودیم که چند وضعیتی مشکل را با موفقیت برطرف کرده توانست و البته در رقابت امروزه نیز باید امیر مهدی مقصودی برای برطرف کردن وضعیت‌های خطرناک تلاش کند. در مرکز میدان فوتبال بازان ازبک با توپ هستند. دیگر باره توسط کنار چپ هجوم فوتبال بازان این تیم میتواند که ادامه یابد، ولی فیروزبک علیموف توپ را از دست داد. دیگر باره فشار بازیگران ازبکستان. فیروزبک علیموف در این حالت نیست، فیروزبک توپ را از دست داد. طور مشاهده می شود بازیگران هر دو دسته در بیشتر وضعیت می لغزند. همون ریزش باران اندک چمن ورزشگاه را نمناک نموده است و در نتیجه هنگام دویدن بعضی از بازیگران موازنت خویش را نگاه داشته نتوانسته از پای می افتند. فکر میکنم فوتبال بازان هر دو تیم بسیار هم خسته شدند و بی‌صبرانه انتظار انجام قسم یکم انتظار هستند. ضربه از مسافه دور خیلی بلند اجرا کرده شد و بازیگر شماره 10 از هیئت یکچین ایران ماهون اکبرزاده این ضربه را اجرا کرد با پای چپ
ولی ضربه زده ماهون اکبرزاده به سراغ نوانیق رفت. با پاس کوتاه میانه فوتبال بازان ازبکستان دیگر بار به خط حمله می روند و در این حالت ویران شدن قاعده بازی به خط گرفته می شود. بازیگر شماره 8 توسط منتخب ازبکستان کارت زرد گرفت، شهاب‌الدین پولاتوف. اکنون از لحاظ تناسبی کارت‌های زرد برابری به خط گرفته می شود. بالاتر از این در نیمه اول یک فوتبال باز توسط ایران کارت زرد گرفته بود و اکنون بازیگر نوبتی توسط ازبکستان با برگه زرد مجازات می گردد. احتمالی نشان دادن کارت سرخ در این وضعیت هست، چون که عملکرد انجام داده بازیگر ازبک خیلی خطرناک هم بود. عبدالله دولتوف سر این حالت بار دیگر با همکسبانش که در حجره ور هستند مراجعت کرد و قرار خود رو عوض نکرد. دمای حمله دسته ایران آریا شفیدوست، امکانیت هست محمد اکبری، ارسالی بسیار هم بلند و در این حالت توپ به دستی ماهون اکبرزاده برخورد. فوتبال باز شماره 10 با دست بازی کرد که البته این وضعیت رو دوور کناری خیلی خوب پیخست نمود. دقیقه آخرین وقت اساسی قسم یکم جریان دارد و احتمال زیاد 3 یا 5 دقیقه به قسم اول علاوه کرده می شود، چون که در نیمه یکم بر هدر رفتن وقت اساسی بارها مشاهده گردید. اما دیگر رو سیب گرفتند. بعدا یک حالت دیگری بود که داور به حجره ور مراجعت کرد. فکر میکنم جمع و جمع این همه وقت های تلف یافته را عبدالله دولتوف به نوبت گرفته 3 یا 5 یا که بیشتر از این میتواند که به نیمه یکم علاوه کند. بله 3 دقیقه زم کرده شد. در فرصت فاصله 3 دقیقه باز نمودن حساب از احتمال دور نیست. فیروز آلیمبکوف حمله‌ور کناری یک اچینی تو 20 ساله ازبکستان برای قبولی پس انجام داده همدستش مبارزه برد ولی صورتش کفایت نکرد. دیگر بار اوت است و نفع بازیگران ازبکستان. آقابک اشماتوف از اوت توپ رو به علیشر شکوروف روان کرد. فوتبال بازی شماره 20 که اون در خط حمله بازی میکند ولی به نتیجه دلخواه دست یافتن نتوانست. در عموم در رقابت امروزه در خط حمله جوانان توپ 20 ساله ازبکستان 3 نفر بازی کرده ایستادند. فیروزبک کالیموف بازیگر شماره 17 از کنار چپ، از کناری راست باشد بازیگر شماره 14 آقابک اشماتوف و در مرکز یعنی به حیث هجومگر مرکزی فوتبال بازی شماره 20 علیشر شکوروف میدان داری دارد. و میتوانم بگم که هنرنمایی سگانه خط حمله یکچینی تا 20 ساله ازبکستان چندان بد نیست. آقابک اشماتوف در اوت 2 نفر بسیار هم خوب بازی کرد. هجوم نوبتی بازیگران ازبک و در این وضعیت سراج‌الدین جمالدیف پس درست و دقیق با همدستش روان کرد. هنرنمایی بسیار هم
اولی دروازه‌بان ایران امیر مهدی مقصودی. بدون مشکلی ضربه زده حریف رو صاحب شد. دقیقه آخرین زم نموده داور مرکز به قسم یکم جریان دارد. به احتمال زیاد نیمه اول را دسته ها 0-0 پشت سر خواهند کرد. گزارش زیبای سراج‌الدین. همکنون بازیگران ایران با هجوم جوابی خواستند که فرار نمایند، ولی ویران شدن قاعده بازی در همین حالت دیده شد. علیاسکر سمری صفا به خطاگی دست زد. با همین ترتیب بیننده های عزیز قسم اولی وخوری منتخب های جوانان تا 20 ساله ایران و ازبکستان جنبست گردید. بازی دوره آخرین مسابقه اساسیت فوتبالی آسیای مرکزی در نیمه اول دست و به زدن گل دست یافته نتوانستند. اندکی تنفس میکنیم و بعدا به نیمه دوم برمیگردیم. شبکه ما را پیگیر باشید.
بیننده های عزیز، تماشابینان گرامی قدر، مخلصان و علاقمندان شبکه فوتبال، برمیگردیم به قسم دوم وخوری منتخب های تابی ساله ایران و ازبکستان. بازی آخرین دور گروهی مسابقه اساسیه فوتبالی آسیای مرکزی بین جوانان توپ 20 ساله و یکی از رقابت بسیار هم مهم، چون که غالب این جفت میتواند که به فینالی مسابقه مذکور راه خواهد یابد. بعد انجام نیمه یکم حساب گشوده نشده است، یعنی رقابت مذکور 0-0 جریان دارد. باید بگیم که در نیمه یکم جوانان توپ 20 ساله ازبکستان در قیاس به همتایان خویش از کشور ایران اندک فعالتر بودند و ما باید این چیز را اقرار شویم از لحاظ اداره کنی توپ و از لحاظ تشکیل هجوم ها و به وجود آوردن امکانیت های گلزنی بازیگران ازبک از حریف خویش یک سر و گردن بالا بازی کردند، ولی بخت برای فوتبال بازان این تیم نخندید. یعنی یگان بازیگر پیدا نمیشد که در نیمه یکم همون امکانیت های خوب رو به گل تبدیل بدهد. همکنون در ادامه رقابت مذکور ما و شما و فوتبال بازان هر دو تیم را 45 دقیقه دیگر در پیش انتظار است و اگر در رقابت امروزه دسته ایران به نتیجه مساوی نیست شرفیاب گردد به فینال میبرد، چون که فوتبال بازان این تیم این زمان در گروه بی صاحب 3 امتیاز هستند و ازبکستان باشد یک نتیجه مساوی با ترکمنستان، یعنی 1-1 به قید گرفت و در حسابش تنها 1 امتیاز دارد. فوتبال بازی شماره 17 از ازبکستان رو 3 میگیرد. این فیروزبک اولیموف است. در نیمه یکم باید بگیم که در حیات ازبکستان یک تغییرات اجباری به میان آمده بود. اونجا فوتبال بازی شماره 13 جسوربک جومابویف بنابر سبب جراحت برداشتن میدان رو ترک نموده بود و به جایش از حیات ذخیروی فوتبال بازی شماره 16 سراج‌الدین جمادیلایف وارد میدان گردید. در نیمه دوم سرمربی جوانان توپ 20 ساله ازبکستان یک تغییرات دیگر انجام داد. از میدان فوتبال بازی شماره 14 حمله‌ور آقابک اشماتف گرفته شد و به جای او بازیگر شماره 7 کوونچبک ابرایف بازیگر شماره 7 به بازی وارد گردید. در حیات ایران باشد بعد انجام قسم اول یگان تغییرات دیده نمی شود و امکان داریم که ما در نیمه دوم با حیات هر دو دسته شناس شویم. در خط دروازه ایران رقم 1 امیر مهدی مقصودی بازی میکند. فوتبال بازان این تیم را رقم 3 محمد اکبری، 2 محمد امین حسینی، 4 ابوالفضل کوزیمی، 5 علی مستانی، 6 امیر حسین پوشو زانوسی، 8 علی اسکر سمری صفا، 10 مهان اکبرزاده، رقم 14 امیر مهدی فریدونی و فوتبال بازی شماره 19 هادی زره زردونی تشکیل میدهند. از وضعیت استانداردی توپ با بازی وارد کرده شد و طور دیدیم این وضعیت بدون نتیجه نظررس جنبست گردید. ضربه که از مسافه دور اجرا کرده شد از پهلوی دروازه میدان را ترک نمود. سرمربی منتخب جوانان توپ 20 ساله ایران این ارمغان احمدی است، متخصص از خود همین کشور. هیئت یکچینی توپ 20 ساله ازبکستان در نیمه دوم به طور زیل است. در خط دروازه رقم 1 بگدان اودینایف بازی میکند. بعدا هیئت این تیم را رقم 2 صدام احمدوف، 6 دیور ارمانوف، 8 شهاب‌الدین پولاتوف، 11 دوران طولگانوف، 15 سمندر اسکندرف، 17 پیروزبک اولیموف، 19 محمد علی دلشادبکوف، 20 علیشر شکوروف، 16 سراج‌الدین جمادیلایف و فوتبال بازی شماره 7 کوونچبک ابرایف. سرمربی تیم ملی توپ 20 ساله ازبکستان این اسکر خولموراتوف است. بعدا رقابت مذکور داور مرکز از کشور تاجیکستان عبدالله دولتوف حکمی دارد. یاوران او از کنارها خسروی صدیقزاد و وفا قرایف هستند. داور احتیاطی از کشور قرقیزستان دولوتکلدی اولو سیت. در حجره ور ستلین ولادیسلاف با همراهی کنات اسینف از کشور قرقیزستان کار و فعالیت دارند. شرح این رقابت باشد من دولت خطیب زاده هستم. از رفت نیمه دوم 5 دقیقه پشتی سر گردید. هجوم دسته ازبکستان
ارسال توپ به داخل جریمه گاه، ولی در این وضعیت بازیگر شماره 5 علی مستونی خیلی هم خوب بازی کرد. هجوم حریف رو سر وقت برطرف نمود. در نیمه اول در شهر حصار وضع باد و هوا چندان مساعد نبود. وزش شمال و ریزش بارون با مشاهده می رسید که البته بر رفتی هنرنمایی فوتبال بازانی هر دو تیم تاثیر منفی خود را گذاشت، ولی در نیمه دوم وضع هوا خیلی هم خوب شده است و دسته می توانند که بدون مشکلی برای همون هنرنمایی زیبای خیش را به معرض تماشا گذارند. اندکی رفتی رقابت من کرده می شود به خاطر چی عبدالله دولتوف داور مرکز دیگر باره به وار مراجعت میکند با اونجایی که همکسبانش وضعیت های شبهناک را مورد سنجش قرار میدهند. همکنون بعد اندک معاشرت داور اجازه میدهد که از او توپ به بازی وارد کرده شود. در نیمه یکم قاعده ورانکنی ها و اشتراک بازیگران هر دو دسته بیشتر به قید گرفته شد. خصوصا بازیگران ایران در چند وضعیت به قاعده ورانکنی دست می زدند. در نیمه یکم داور مرکز با دو بازیگر، یک فوتبال باز از سایت ایران و یک بازیگر دیگر از سایت ازبکستان رو با کارت زرد مجازات نمود. منتخب‌های ایران و ازبکستان جوانان تا 20 ساله این دو کشور در مسابقه کاف شامل گروه بی هستند. همزمان ترکمنستان نیز در گروه بی قرار دارد. بازیگران ترکمنستان در بازی اول با حساب 1-0 از ایران شکست خوردند و در بازی دور دوم با ازبکستان نتیجه مساوی 1-1 را به قید گرفتند. فیروزبک علیموف، ضربه فیروزبک و تیری دروازه دست ایران را از گل نجات میدهد. ضربه بسیار هم خوب بود. کوشش نوبتی بازیگران ازبک و در نوبت دوم نیز فیروزبک علیموف استفاده کردن نتوانست. در نوبت اول ضربه بسیار هم خوب اجرا کرد، با پای چپ ضربه زد فیروزبک و طور دیدیم ضربه زدهش به تیری دروازه برخورد. در کوشش دوم نیز امکانیت فیروزبک علیموف چندان بد نبود، اندکی سراسیمه شد و محض به همین خاطر او نتوانست که خوبتر ضربه خود را اجرا کند. یکی از بهترین وضعیت های گلزنی برای بازیگران تا 20 ساله ازبکستان در نیمه دوم از دست می رود. البته از همون دقیقه های اول در رقابت امروزه بازیگران ازبکستان فعال بودند. در این برابر در نیمه دوم نیز تلاش خیش را برای به ثمر رسانیدن گل کرده ایستادند. برای دیگر یادآور میشوم که تنها پیروزی در رقابت امروزه ازبکستان را به فینال مسابقه کاف میبرد، چون که آنها در بازی یکم خیش در این مسابقه امتیاز از دست دادند. با ترکمنستان نتیجه مساوی 1-1 را به قید گرفتند. واخوری منتخب‌های ازبکستان و ترکمنستان در دایره بازی‌های دور دوم صورت گرفت روز 12 ایون. آنجا نخست حساب رقابت از جانب بازیگران ترکمن بازگردید. در دقیقه اول بازیگر ترکمن به زدن گل دست یافت و حساب را باز کرد و با گذشت 5 دقیقه محض بازیگر ترکمن به دروازه خویش گل زد و آن رقابت 1-1 جمع بست گردید. یعنی هر دو گل در آن وخوری از جانب فوتبال بازان ترکمنستان به هدف رسانیده شد. یکی خودگل یا به اصطلاح هفته‌گل و دیگر به دروازه ازبکستان به ثمر رسانیده شد.
امکانیت نوبتی و در این وضعیت بسیار هم خوب دروازه‌بان دسته ایران عملکرد قابل توجه انجام داد. امیر مهدی مقصودی و در کوشش دوم سراج‌الدین جمعدیلایف فرصت داشت که گل بزند ولی ضربه زدش خطا رفت. الکی در 10 دقیقه نیمه دوم دو امکانیت 100% گلزنی برای بازیگران ازبکستان به نتیجه جنبست گردید. البته بازیگران ایرانی به حریف امکانیت میدهند که فرصت های گلزنی را در نزد دروازه این منتخب سازمان بدهد. اینجا تو از پای کی بیرون شد در آخرین وضعیت تو با پای حمله‌ور ازبکستان گوانچبک ابراهیف برخورده است. کوشش نوبتی بازیگران ازبکستان در نیمه دوم در خط حمله این تیم بازیگر شماره 17 فیروزبک اولیموف خیلی خوب بازی کرده ایستاده است. سرمربی این منتخب به خاطر پرقوت کردن خط حمله در نیمه دوم الکی یک تغییرات انجام داد. به جای عقوبک حشمتوف از هیئت بازیگران نوبت پای فوتبالباز شماره 7 وارد میدان گردید. گوانچبک ابراهیف ضربه از مسافه دور و خیلی بلند بود. این ضربه خیلی بلند بود. چند پس سرمربی یکچین جوانان توپ 20 ساله ایران نیز نخستین تغییرات خویش را انجام خواهد داد. ارمغان احمدی، اینجا عبدالله دولتوف اجازه میدهد که باید بازیگران ذخیروی با بازی وارد گردند. با این تغییرات میتوانیم که توجه کنیم. بازیگر شماره 8 بیننده های عزیز علی اصغر سماری صفا میدان را ترک نمود و به جای او بازیگر شماره 7 حسین محمد رضایی وارد میدان گردید. همچنین حمله‌ور تحت شماره 19 عادی زری زردانی میدان را ترک نمود و به جای او بازیگر شماره 9 رامین عزیزی به میدان آمد. یک و یک باره دو فوتبال باز در حیاتی جوانان توپ 20 ساله ایران عوض کرده شد. یک نیم حمایتگر و یک حمله‌ور میدان را ترک نمودند و به جای آنها یک نیم محافظتگر و یک حمله‌ور به بازی وارد کرده شد. فیروزبک اولیموف امکانیت نوبتی برای بازیگران ازبکستان و امیر مهدی مقصودی اولین شده توپ را به نظارت خویش گرفت. از همدستایش طلب میکند که به خط حمله بیشتر توجه کنند. بدون قاعده ایران کنیم بازیگران ازبک توپ را به نظارت خود برگردانیدند ولی عبدالله دولتوف در ادامه صدای که خود را بلند نمود چون که آریا شفیدوست از پای خویش جراحت گرفته است. تا این دم یعنی تا دقیقه 59 سرمربی های هر دو منتخب تنها دو تغییراتی انجام دادند. با بازیگذاری از این امکانیت فوتبال بازان ایران استفاده کردند. ضربه بسیار هم سخت و همزمان بلند دوره دیدیم. بدون نتیجه این هجوم خاتمه یافت. رقابت های مرحله نهایی مسابقه اساسیه فوتبال آسیای مرکزی بین منتخب های توپ 20 ساله روز
17 ایون برگزار می شوند. اونجا رقابت نهایی برگزار می گردد. همچنین بازی برای به دست آوردن جای سیوم و یک رقابت دیگر نیست با اشتراک منتخب هایی که در گروه خیش زینه سیوم را صاحب می شوند صورت می گیرد که نام دارد رقابت برای به دست آوردن زینه تسلط بخش. الکی معلوم است در رقابت برای به دست آوردن زینه های پنجم و ششم یا خود وخوری تسلط بخش منتخب های افغانستان و ترکمنستان با هم مبارزه میبرند. در گروه بی ترکمنستان با کسب یک امتیاز در زینه از همه آخر است و بعدا در گروه ای مسابقه باشد جوانان تا 20 ساله ازبکستان در زینه از همه آخر موفقیت گرفتند. جوانان تا 20 ساله قرقیزستان و تاجیکستان خود همین روز ساعت 21 وخوری خیش را دایر میکنند و غالبی آن جفت نیز به فینال راه مییابد. در مرکز میدان هجوم بازیگران ازبک قطع کرده شد. دیگر بار ملی پوشان ازبک توپ را به نظارت خیش میگیرند ولی در ادامه هجوم را به طور باید و شاید به راه ماندن نتوانستند. اکنون هجوم بازیگران ایران طریق کناری چپ میدان به راه مانده می شود. فرصت هست برای ادامه دادن حمله. 3 نفر فشار میارند بازیگران ازبک و ماهون اکبرزاده امکانیت پیدا نکرد که از مسافه دور دروازه حریف را نشان بگیرد. محمد امین حسینی آهسته آهسته بازیگران ایران نیز میخواهند که از لحاظ اداره کنی توپ تشبث را به دست خیش بگیرند. ضربه از مسافه دور اجرا گردید ولی صدگذاری از جانب حریف نیز خیلی خوب به راه مانده شد. آریا شفیدوست ضربه بسیار هم سخت اجرا کرد. بازیگر شماره 11 همین فوتبال بازی که این زمان در اکران های ما و شما قرار داشت. ارسال توپ از ضربه کنجی اولین شده در دروازه‌بان ازبک به توپ رسید. ازبک اولیموف پسی و به خط حمله به همدستش به نتیجه بود چون که بازیگران ایران اولین شده به توپ رسیدند. در سال 2025 بیننده های عزیز قهرمانی آسیا میان بازیگران تا 20 ساله برگزار گردید. از آنجا منتخب ایران یعنی منتخبی تا 20 ساله این کشور تا به مرحله 4-1 نهایی رفت ولی از همسایان خیش از کشور ژاپن با حساب 2-1 مغلوب شدند. همسایه کشور ازبکستان نیز تا به مرحله 4-1 نهایی جام آسیا را خط گرفت ولی در دوره 4-1 نهایی فوتبال بازان ازبک با حساب 4-3 از کره جنوبی شکست خورده از ادامه مسابقه بی‌نصیب ماندند. ایران و ازبکستان امکان داشتند که به مرحله نیم نهایی چمپیونات آسیا راه یابند ولی در دقیقه های اخیر هم ایران و هم ازبکستان از همان پیشرفت خود دفاع کردن نتوانستند. بعدا قهرمان آسیا در سال جاری بین فوتبال بازان تا 20 ساله یکچین استرالیا گردید. آنها در فینال با حساب 2-1 عربستان سعودی را
مغلوب نمودند. از کشورهای عضو کاف یا خود اساسیاسیون فوتبالی آسیای مرکزی منتخب‌های ایران و ازبکستان در مرحله نهایی جام آسیا اشتراک کردند و خلاص. بعداً در مرحله انتخابی مسابقه مذکور منتخب‌های تاجیکستان، افغانستان، بعداً ترکمنستان و قرقیزستان نتوانستند که راحتی مرحله نهایی را صاحب شوند. اوت است به نفع بازیگران ایران. دیگر بار عبدالله دولتوف به ور مراجعت میکند. اینجا قاعده بازی واقعا هم ویران شده است. بر مقابل فوتبال بازی شماره 6 از هیئت منتخب ایران امیر حسین پشتوزنوسی، ولی داور به این وضعیت توجه نکرد. انیقترش یگان قرار نبرآورد. هجوم یکچین ازبکستان، ابراهیف پسیو با مرکز خط حمله و به توپ رسیدن نتوانست. هجوم بسیار خطرناک بود با اشتراک فوتبال بازان ازبکستان. توسط کنار چپ کووانچبک ابراهیف با مرکز جریمه گاه توپ را ارسال کرد، ولی همدستش به توپ رسیدن نتوانست. یک رسش کوچک کفایت میکرد که توپ وارد دروازه شود. در عموم در نیمه دوم بازیگران ازبک اگر اشتباه نکنم سه وضعیت بسیار هم خوبی گلزنی داشتند. در دو حالت فیروزبک اولیموف بازیگر شماره 17 از امکانات خودش استفاده بردن نتوانست. پس این نوع درست اکنون فوتبال بازان ایران امکان داشتند که به هجوم جوابی گذارند، اما حسین محمد رضایی بازیگری که در نیمه دوم وارد میدان گردید هجوم دستش را نتوانست که ادامه بدهد. قاعده بازی ویران نشده است، هرچند بازیگران منتخب ایران از داور مرکز طلب نمودند که ویران شدن قاعده بازی را به نوبت بگیرد، ولی عبدالله دولتوف اشاره کرد که همه چیز از روی قاعده است. زیاد از 20 دقیقه دیگر باقی ماند تا انجام وقت اساسی نیمه دوم. حساب همانو در واخوری منتخب های جهانی توپ ساله ایران و ازبکستان باز نشده است. 0-0 واخوری این دو منتخب جریان دارد و جای تاکید است که نتیجه مساوی در رقابت امروزه به نفع منتخب ایران خواهد بود، چون که آنها در نتیجه مساوی شدن رقابت 4 امتیازه شده در صدر جدول گروه بی موقع میگیرند. هجوم نوبتی منتخب ازبکستان
ارسال توپ با کنار راست خط حمله بدون نتیجه بود. در مرحله گروهی جام آسیا 2025 بین منتخب‌های توپ 20 ساله که در جمهوری مردمی چین برگزار شد، جوانان ازبک بسیار هم خوب برآمد کردند. در سه وخوری مرحله گروهی یمن و اندونزیا را ناکام نمودند و از ایران با حساب 2-1 مغلوب شدند. یعنی در سال 2025 بار دوم است که جوانان توپ 20 ساله ازبکستان و ایران در روبروی هم قرار میگیرند. آن وخوری با حساب 2-1 سنه 19 فوریه برگزار شده بود و در گفتیم با حساب 2-1 به پایان رسید. ایران با کسب 9 امتیاز از زینه گروه سی و ازبکستان باشد با کسب 6 امتیاز از خودیان همین گروه با مرحله پلی آف برآمدند و تا مرحله 4 نهایی این دو منتخب مبارزه بردند. دور بالاتر نیز اشاره کردم. ازبکستان از کره جنوبی در مرحله 4 نهایی ناکام شد و ایران را باشد در دور 4 نهایی ژاپن ناکام نمود. اینجا تغییرات نوبتی در هیئت منتخبی ایران به میان می آید. فوتبال بازی شماره 10 ماهون اکبرزاده میدان را ترک می کند. با جای این فوتبال باز بازیگر شماره 17 سعید امیر حسین با بازی وارد گردید. دروازه‌بان منتخب ایران امیر مهدی مقصودی اندکی جراحت میگیرد. دقیقه 72 رقابت پشت سر میگردد و حساب 0-0 جریان دارد. همکنون وخوری این دو منتخب ادامه خواهد کرد. البته در وخوری امروزه جوانان توپ 20 ساله ازبک برای به دست آوردن پیروزی تلاش میکنند، چون که تنها و تنها غلبه بازیگران ازبک را به فینال مسابقه کاف 2025 میبرد. هجوم جوانان ایران امکانیت داده نشد. در وضعیت قبلی سعید امیر حسین بازیگر شماره 17 که چند پیش از هیئت ذخیروی وارد میدان گردید تلاش نمود. در قیاس به نیمه یکم فرصت های گلزنی برای بازیگران ازبک در قسم دوم بیشتر بود. امکانات های خوبی گلزنی داشتند. خاصه از ضربه زده فیروزبک اولیموف در ابتدای نیمه دوم با تیر دروازه برخورد. فکر میکنم در رقابت امروزه بازیگران ایران بیشتر برای آن تلاش کرده استودند که نتیجه مساوی رو نگه دارند. نتیجه مساوی نیز برای بازیگران ایران در رقابت امروزه کفایتی خواهد کرد تا آنها به فینال راه یابند.
در ادامه رقابت سرمربی منتخب ازبکستان امکانیت دارد که 3 تغییرات دیگر انجام می‌دهد. اسکر خالمرادوف حرکت‌های فیروزبک اولیموف به نتیجه بود در وضعیت قبلی. هجوم نوبتی بازیگران ازبکستان در مرکز میدان. بازیگران این تیم صدام احمدوف قریب بود که اشتباه میکرد. حرکت نوبتی محمد امین حسینی بسیار هم خوب بود و 2 نفر را با موفقیت فریب داده توانست. علیشر شکوروف پس درو درازی و به خط حمله. کوانچبک ابراهیف، ضربه ابراهیف خیلی خطرناک بود. در داخل جریمه‌گاه فیروزبک اولیموف نیز خواست به توپ برسد ولی قد و قامتی فیروزبک اولیموف برای رسیدن به توپ کفایتی نکرد. در رقابت امروزه بازیگران ایران از لحاظ قد و قامت در قیاس به حریف خویش اندکی برتری دارند و در رقابت دوم فاولی بازیگران ایران را میتوانیم قید کنیم. محمد اکبری چند پس تغییرات نهایی در هیئت ایران انجام داده می شود. همچنین جوانان ازبکستان نیز از هیئت ذخیروی برای به میدان آمدن آمادگی میگیرند. با مشکلی محمد امین حسینی توپ را زده از داخل جریمه‌گاه خویش بیرون کرد. در خط حمله کوشش رامین عزیزی بازیگر شماره 9 خواست که ضربه کنجی کار کند. رامین عزیزی ولی به مقصد خویش رسیدن نتوانست. علیشر شکوروف بازیگر شماره 20 و همچنین فوتبال بازی شماره 17 فیروزبک اولیموف 2 حمله‌ور از هیئت ازبکستان میدان را ترک میکند و با جای آنها بازیگر شماره 9 مسلمبک حبیبالله و فوتبال بازی شماره 10 سیدین مولانوف با بازی وارد میگردند. با جای 2 حمله‌ور وارد میدان گردید. اما اکنون سر کرده از دقیقه 77 در هیئت ازبکستان ما سگانه حمله جدید رو شاهد خواهیم شد. گزارش بسیار هم خوب بود با اشتراک سیدین مولانوف بازیگر شماره 10 که همگی چند ثانیه پیش عازم این رقابت گردید ولی با مهلت دور و دراز توپ رو در نظارتش نگاه داشتن نتوانست. در دقیقه من بعد فوتبال بازان ایرانی بیشتر در خط دفاع می نشینند. مسلمبک مولانوف معذرت مسلمبک حبیبالله ضربه از مسافه دور و خیلی بلند بازیگر شماره 8 شهاب‌الدین پولاتوف این ضربه را اجرا کرد. خیلی خشمگین می شود دروازه‌بان یکچین ایران امیر مهدی مقصودی. به خاطر چی؟ به خاطر آنکه همدستایش به حریف امکانیت می دهند که ضربه اجرا کنند. واقعا هم در نیمه دوم موقعیت‌های خالی در خط دفاع ایران بارها دیده شد. بدون قاعده ایران کنی آریا شفیدوست توپ را به نظارت دستش برگرداند و ضربه آریا شفیدوست به سراغ نوانیق رفت. سالی گذشته در همین مسابقه منتخب‌های ایران و ازبکستان با هم بازی کرده بودند. روز 9 ایول با آن رقابت با حساب 1-1 پشت سر گردیده بود.
یعنی باری آخر این دو منتخب یعنی جوانان تا 20 ساله کشورهای ایران و ازبکستان در مسابقه کاف به نتیجه مساوی دست یافته بودند و رقابت امروزه نیز عیناً چنین شکل ادامه دارد. یعنی تا دقیقه 82 ما نتیجه مساوی رو دیده ایستادیم، حسابی 0-0. در مرکز میدان فوتبال بازیان ازبک قاعده بازی را ویران نمودند و همین خاطر صدای که داور بلند گردید. سعیدین مولانوف با صورت بلند به خط حمله می رود. گزارش سعیدین مولانوف صورتی بسیار هم بلند دارد. بله ضربه زده مولانوف در این وضعیت از میدان بیرون شد. تا رفت دقیقه های کمتر باقی میماند، انیقترش 10 آخری وقتی اساسی شروع گردید. انتظار می رفت که در واخور امروزه ما و شما یک بازی بسیار هم جالب، یک بازی سرگل رو با هم تماشا میکنیم، ولی برعکس این کار شد. یک دسته پورا در خط دفاع می نشیند و منتخب دیگر باشد پیوسته در خط حمله تلاش میکند. محمد امین حسینی در مرکز میدان از پای افتید و توپ را از دست داد. هجوم جوانان ازبکستان، سعیدین مولانوف بازیگر شماره 10 موقع خود را تغییر داده به کنار راست آمده است. فایده ویران کنی بسیار هم دغل، فایده ویران کنی بسیار هم دغل بود و در این وضعیت نشان دادن کارت زرد نیز از احتمال دور نبود. نیم حمایتگر از هیئت ایران امیر حسین پاشا زنوسی برقصدانه آمده به پای حریف ضربه زد. به نفع بازیگران ازبک وضعیت استانداردی به میان می آید، هرچند تا دروازه مسافه خیلی دور است ولی با وجود آوردن امکانیت گلزنی امکان پذیر است. کوانچبک ابراهیف ضربه بسیار هم سخت و تاوره دیدیم بلندتر از تیر دروازه از میدان بیرون شد. کنجی راستی دروازه را کوانچبک ابراهیف نشان گرفت و برای دروازه‌بانی ایران وضعیت بسیار مشکل را با وجود آورد. پیوسته در خط دفاع نشستن عاقبت‌های خوب رو در پی نخواهد داشت. در بیشتر وضعیت دستایی که خط دفاع رو اختیار میکنند در دقیقه های اخیر به دروازه خود گل سر میدهند. در این وخوری جوانان تا 20 ساله ایران بیشتر خط دفاع رو اختیار نمودند. خصوصا در نیمه دوم دستپروران ارمغان احمدی بیشتر رقیب نشینی کرده ایستادند. ضربه کنجی نیست، داور اشاره میکند که باید دروازه‌بان ازبکستان توپ را به بازی وارد کند. سراج‌الدین جمعدیلایف پس انجام دادهش خیلی سخت بود. سعیدین مولانوف
نتوانست که در وضعیت قبلی پس هم دستش رو قبول کند. در 5 دقیقه بعدی یعنی دقیقه های آخری وقت اساسی بازیگران ایران بیشتر وقت کشی خواهند کرد. دوره بالاتر نیز قید نمودم. نتیجه مساوی نیز در رقابت امروزه بازیگران ایران را قانع میکند. کوانچبک ابراهیف پسیو با قفو صدام احمدوف سمندر اسکندرف پسیو با کناری راست اندک اشتباه میکند دفاعگر کناری ازبکستان. نگربار بازیگران ازبک با تو بستند. دام چند دقیقه آخر هنگامی انجام دادن پاس‌های کوتاه و میانه فوتبال بازان ازبکستان با اشتباه راه میدهند. ارسالی بسیار هم بلند به خط حمله آریا شفیدوست توپ را در میدان نگاه داشت. حمله‌ور کناری یکاچین ایران زیر فشار حریف قرار گرفت. آریا همکنون 2 نفره بر مقابل آریا شفیدوست مبارزه میبرند. در این وضعیت شفیدوست میتوانیم بگوییم که موفق شد. محمد اکبری با اصول پشنوکی در این وضعیت رامین عزیزی ضربه زد. هجومگر مرکزی یکاچین توپ سال ایران ولی ضربه زدهش چندان خطرناک نبود. حرکتی بسیار هم خوب هجوم جوانان ازبک. فرصت هست کوانچبک ابراهیف و ضربه زده ابراهیف از پهلوی دروازه از میدان بیرون شد. میتوانست که در این وضعیت کوانچبک ابراهیف مؤلف گل غلبه آور جوانان توپ سال ازبک شود. البته در تشکیل این هجوم نقشی دوران طولگانف نیز خیلی بارز است. بازیگر شماره 11 محض او بود که توسط کنار چپ 2 بازیگر ایران را فریب داده فرصت مناسب گلزنی را برای هم دستش با وجود آورد. آخرین تغییرات در هیئت ایران انجام داده می شود. آریا شفیدوست بازیگر تحت شماره 11 از میدان گرفته می شود و با جای او بازیگر شماره 13 آرتین رستمی با بازی وارد گردید. در رقابت امروزه ارمغان احمدی سرمربی منتخبی توپ سال ایران از همون 5 تغییراتی در اختیارش داشته با پررگی استفاده نمود. در این وضعیت قاعده بازی ویران گردید و کارت زرد نشان داده می شود. آرتین رستمی بازیگر که همگی چند ثانیه پیش با بازی وارد شد زود کارت زرد می گیرد. اینجا اندک اشتباه شد، نه اینکه بازیگر منتخب ایران بلکه فوتبال بازی ازبک بازیگر شماره 19 با قاعده ویران کننده است و به خاطر این عملش برگه زرد گرفت محمد علی دلشادبکوف. محمد امین حسینی بازیگران ازبک میخواند که با هجوم جوابی فرار نمایند. همگی 1 دقیقه دیگر باقی ماند تا پایان وقت اساسی رقابت منتخب‌های ایران و ازبکستان.
البته عبدالله دولتов داوری مرکز در رقابت امروزه به وقت اساسی نیمه دوم حتما دقیقه های اضافی تعیین میکند. کوانچبک ابراهیف ارسال نوبتی او و اندک خطرناک بود ارسال کوانچبک، ولی مهمتر از همه از میدان بیرون شد. بازیگران ازبکستان باید در رقابت بر مقابل ترکمنستان غلبه میکردند. آنجا امتیاز از دست دادند، نتیجه 1-1 و در رقابت امروزه تنها پیروزی برای آنها کفایت میکند که تا به فینال برآیند. ایران فعلا با کسب 3 خال در زینه اول گروه بی است و ازبکستان باشد با 1 امتیاز در زینه دوم. به وقت اساسی قسم دوم 5 دقیقه زم کرده شد. البته در فرصت و فاصله 5 دقیقه تغییر دادن حساب امکان پذیر است. به شرطی که فوتبال بازان هر دو منتخب از امکانیت های به عمل آمده خیش استفاده برند. در دقیقه آخر بازیگران ازبک پورا فشار میارند. سمندر اسکندرов هجوم دسته ازبکستان ضربه هم اجرا گردید و سیفی علی امیر مهدی مقصودی یکی از بهترین وضعیت ها را از بین برد. انیخترش دروازه خود را از گل نجات داد. به این فرصت دیگر بار میتوانیم که توجه کنیم حالت نوبازی نیست و بازیگر شماره 2 مسلم بک حبیب اللهف ضربه را اجرا کرد. اما اکنون ضربه کنجی به نفع بازیگران ازبک به میان می آید. ارسال توپ به مرکز جریمه گاه ضربه هم اجرا کرده شد از جانب محمد علی دلشادبکov، ولی این ضربه خطا رفت. از 5 دقیقه زمان نموده داور به وقت اساسی قسم دوم 2 دقیقه آن پشت سر گردید. تقریبا 3 دقیقه دیگر هر دو منتخب در اختیار دارند. رقابت دیگری آخرین مرحله گروهی در مسابقه کاف بین بازیگران توپ 20 ساله خودی همین روز برگزار می شود. ساعت 21 دو دسته شامل گروهی ای جوانان توپ 20 ساله تاجیکستان و قرقیزستان با هم مبارزه میبرند و آن رقابت نیز در ورزشگاه مرکزی شهری حصار دایر می شود. گزارش بسیار هم خوب امکانیت برای بازیگران ازبکستان، ولی صدگذاری از جانب دفاعگران ایرانی خیلی خوب تشکیل کرده شد. البته در رقابت امروزه ازبکستان بارها تلاش کرد چندین فرصت های گلزنی فوتبال بازان این منتخب در اختیار داشتند، اما کسی پیدا نشد که همان امکانیت های به عمل آمده را به گل تبدیل بدهد. ارسال بسیار بلند و بدون نتیجه بود. در مرکز میدان سمندر اسکندرov، شاوبیدین پولاتوف، کوواچبک ضربه او از مسافه دور و خیلی خطرناک بود. کوانچبک ابراهیف بعد از آن که از هیئت ذخیروی ابراهیف وارد میدان گردید چند وضعیت خطرناک را در نزد دروازه ایران با وجود آورد.
تا رفت وقت کمتر باقی میماند. ثانیه های به شمار ماند تا انجام رقابت منتخب های ایران و ازبکستان. کوانچبک ابراهیف در حالت 2 نفر پاس داد ولی یگانه از همدسته هایش برای به دست آوردن توپ تلاش نکردند. یادآور میشوم که بازی آخرین دوره گروهی با اشتراک منتخب های ایران و ازبکستان جریان دارد. سمندر اسکندرов توپ را از دست داد. با همین ترتیب بیننده های عزیز واخوری منتخب های ایران و ازبکستان در بازی آخرین مرحله گروهی در مسابقه کاف میانی فوتبال بازان تا 20 ساله با نتیجه مساوی پشت سر گردید. دو دسته شامل گروه بی و همکنون جوانان تا 20 ساله ایران با کسب 4 امتیاز از زینه یکم گروه بی به فینال مسابقه راه می‌یابند. ازبکستان باشد با کسب 2 امتیاز در زینه دوم جایگیر می شود و برای به دست آوردن زینه سوم تلاش میکند. ترکمنستان باشد در حساب خود 1 امتیاز داشته در گروه بی زینه از همه آخران مالی خیش نموده است. در همینجا گزارش مستقیمی ما از ورزشگاه مرکزی شهر حصار به انجام رسد. بخوری مذکور را من دولت خطیب زاده با جمعی همکاران تکنیکی برایتان شرح و توضیح دادیم و در پایان رقابت امروز شما میتوانید که بهترین لحظه های واخوری منتخب های ایران و ازبکستان را تماشا نمایید. خیر تا گزارش نوبتی تنسیت و خانه آباد باشید. Аз таомҳои дӯстдоштаи худ бо таъми московский провансаль аз бренди «Я люблю готовить» лаззат баред. ӯ хӯроки болаззатро ба таъми беҳамто мубодал мегардонад. «Я люблю готовить». Голоден? Ланчбоксы от KFC Fest уже здесь. Шеф-бургер или твистер, 2 стрипса, картошка фри, соус и пепси всего за 45 сомани. Ланчбоксы от KFC Fest. Быстро, сытно, выгодно. Успей попробовать в KFC. кафолати бехатарӣ дар роҳ, сари вақт иваз кардани чархҳо, равғани муҳаррик ва доштани аккумуляторҳои боваринок аст. ҳамаи инро акнун дар як ҷо пайдо карда метавонед. интихоби зиёди чархҳо бо андозаи гуногун барои ҳамаи фаслҳо, аккумуляторҳо бо нерӯи баланд ва дискҳои рангоранг. олами чархҳо ва аккумуляторҳо воқеъ дар кӯчаи Ҷабор Расулов 29/1 назди Доарс. телефонҳо барои тамос 93 752 52 902 44 45 11.